سلام دوستان، خسته نباشید. ما امروز اومدیم خونه ای که بچه وسط داره و بریم باهاش مصاحبه کنیم. با من همراه باشید. اومدی. سلام. چکر آقا منجی خوبی؟ شما خوبی؟ کو بچه وسط خانواده نیستن که. نه ببین شوخی کرد. بفهم. خب حجت جان، از زندگی راضی؟ بله. همین؟ خدا رو شکر راضی ام، خانواده خوبی دارم. بله. تو جایگاه خونه تو چطوری قرار داری؟ شایگاه. نقشت توی خونه چیه؟ A few moments later. خب حجت جان، بله. شما تا حالا سفر رفتی؟ البته آره سفر که رفتی دیگه. این چه سوالیه؟ سفر نرفتی شما؟ خب نه از من نگیر میکروفونو. مگه میشه همچین چیزی؟ شما به این سن رسیدی ولی سفر نرفتی؟ تعریف کن. با اینا می‌خواستم برن مسافرت. خب بعد همه سوار ماشین شد اینا، ما می‌خواستم چمدون و اینا، تا اومدم چمدون رو بردارم سوار ماشین رفت. نه به شما نمیخندم، یاد یک خاطره افتادم. خب چی داشتی میگفتی شما؟ حجت، شما در روز مادر شما چند بار شما رو صدا میزنه؟ یعنی اسم شما رو صدا میزنه؟ اسم من در روز حجت جان، حجت چیکار بخوای؟ چرا؟ گم رو بر. حجت جان، مخاطبان ویدیو خیلی دوست دارن راجع به یکی از بهترین خاطرهای زندگی بدونن. لطفا برامون بگو. من مثلا چه خاطری؟ خب بهترین خاطره تو توی کل زندگی، از بهترین خاطره‌ای که داشتی برامون بگو. یک بار می‌خواستم شام پیتزا بگیرم، بعد انگار نمیدونستم قبلی که میخوام پیتزا رو بخورم دیدم 5 تا پیتزا گرفتن. خوشحال شدم و اینا، اومدم سر سفره نشستم. بعد مامان که به داداش بزرگم گفت بچی 5 تا پیتزا گرفتی؟ بعد داداشم گفت خب 5 نفرم. گفت باز رفیق آشغال رو آورده خانه. بعد فهمیدم که آقا اشتباهی سفارش دادن 5 تا پیتزا رو. خب خانواده شما چند نفرن مگه؟ 5 نفر. خب درست گرفتین که مامانت. نه همیشه 4 تا میگیره. حجت جان اگه اینجوریه پس شما توی خانه همیشه خودتو چجوری سیر میکنی وقتی میگه همیشه 4 تا غذا سفارش میدن اگه از بیرون بخوای سفارش بده؟ تموم غذا. تمونده غذای کی؟ به آخر خانواده. حجت جان فکر کنم ما هم تایم زیادی رو به شما اختصاص دادیم. مخاطبا دوست دارن هر چه زودتر ما از اینجا بریم و بریم این مصاحبه دیگه. فعلا با اجازه ما رفتم. چه حرفی داری؟ من چیزایی بگم از زندگیم که قبلا یالو یک دو سه ببخشید زندگیم داشتم و هوا چه تاریکه. آقا بلند شو.